ما هر کدوممون قصه‌ای داریم که توی چند خط نمیشه خلاصش کرد. من پناهم. همیشه دنبال این بودم که بفهمم پشت هر زخمی چه داستانیه. من ماهیم. بیشتر وقتا سعی میکنم از وسط تاریکی روزنه نور رو پیدا کنم. من نیکم، کسی که هر روز مطمئن نیست جواباشو پیدا کرده یا نه. اینجا تراما کلابه. جایی که از دل اتفاقای روزمره و زخمایی که خوردیم میخوایم عمیق‌تر به زندگی نگاه کنیم. نه برای غرق شدن، برای اینکه شاید با هم دوباره ساخته بشیم. به تراما کلاب خوش اومدین. بذارین با این سوال شروع کنم که تا حالا شده که حس بکنی توی زندگی دائما داره برات اتفاقای بد میفته، قربانی هستی، حال بد، حسای بد طور احاطه کردن و هیچ چیزی تو این دنیا نمیتونه بهت کمک بکنه نه تغییرش بده. احتمالاً اگر همچی افکاری توی سرته و جوابت به این سوال مثبته، درگیر ناامیدی آموخته شده هستی. بذارین با یه آزمایش توضیح بدم که دقیقاً داریم راجع به چی صحبت میکنیم. یه آزمایشی طراحی شد توسط 2 دانشمند به اسم مارتین سلیگمن و استیون اف مایر. اونا اومدن با 3 گروه از سگ‌ها آزمایش رو شروع کردن. گروه اول توی قفس زندانی میشدن برای یه مدت مشخص، سر یه ساعت مقرر که میرسید اونا آزاد میشدن. اسم این گروه رو گذاشتن گروه کنترل. گروه دوم توی قفسی بودن که به دیوارهاش شوک الکتریکی وصل بود و هر موقع که سگا توی اون خودشون رو میزدن در واقع به اون دیواره ها، اون بهشون شوک الکتریکی وارد شد. ولی نکته که اینجا بود این بود که یه دکمه توی این قفس وجود داشت که وقتی که سگ‌ها اونو فشار میدادن این شوک قطع میشد و اونا میتونستن از این قفس بیان بیرون. در واقع اونا یاد میگرفتن که میتونن با یه سری اقداماتی که انجام میدن درد رو چیکار بکنن، کنترلش بکنن یا متوقفش بکنن. یه گروه سومی هم وجود داشت که یه سری سگ‌ها توی قفسی بودن با همون شوک الکتریکی، ولی هیچ راه فراری براشون وجود نداشت. نه ساعت مقرری بود که بخوان اونا رو از اون قفس بیارن بیرون و نه دکمه‌ای بود که اونا بخوان با فشار دادنش این شوک رو قطع بکنن. یه مدتی این آزمایش رو این سگا انجام شد. بعد اومدن اونا رو از اون محیط آزمایشی خارج کردن، اومدن یه محیطی ساختن که یک طرف این محیط روی زمینش سری شوک الکتریکی بود، یه طرفش هیچی نبود. بعد بین این در واقع 2 سمت یک تیغه قرار داشت، دیواره تیغه قرار داشت و یه دونه دکمه اونجا بود. اومدن هر 3 این گروه سگ رو توی این قسمتی که شوک الکتریکی وجود داشت قرار دادن. دیدن که اون 2 گروه اول مثلا توی یه زمان خیلی کمی تونستن خودشون رو از اون محیط خارج بکنن و رفتن اون سمت تیغه، ولی اون گروه سوم حتی از جاشون تکون نخوردن، همونجا نشسته بودن و هیچ حرکتی نمی کردن. در واقع انگار فلج شده بودن و هیچ تلاشی برای نجاتشون وجود نداشت. اونجا رسیدن به چیزی به اسم ناامیدی آموخته شده یا helplessness. محققان به این نتیجه رسیدن که فقط حیوانات و پستانداران نیستن که درگیر این قضیه میشن و حتی بچه‌های انسان‌ها و انسان‌ها هم درگیر این قضیه میشن. بذارین یه داستان دیگر براتون تعریف کنم. توی هند کسایی که فیلا رو آموزش میدن، وقتی که یه فیل به دنیا میاد و همون اوایل دوران کودکیش هست، اینو با یه طناب نچندان محکمی به یه چوبی که حالا خیلی هم محکم نیست و اینا میبندن و اون فیل چون حالا تازه به دنیا آمده، کوچیکه، هر چقدر تلاش میکنه که خودشو نجات بده و خودشو آزاد بکنه، نمیتونه که مثلا اون طناب رو باز بکنه یا اون طناب رو پاره بکنه. ولی مثلا شما میبینید که الان فیل‌های بالغ بزرگ که مثلا قدرتشون برای هیچ کدوم از ماها پوشیده نیست، همچنان با همون طناب نچندان ضخیم و همون چوبی که خیلی هم استوار نیست تونستن اون فیلا رو نگه دارن، تونستن توی همون محدوده نگهشون دارن بدون اینکه حالا بخوان رم بکنن یا از کنترلشون خارج بشن. مثلا اینه که اون فیل کوچیکه که بالغ نشده بوده و تازه به دنیا آمده بوده،
اون هر چقدر که تلاش کرده بوده تو دوران کودکی نتونسته بوده خودش رو آزاد بکنه. مهم نیست که الان اون فیل به نظر ما خیلی موجود قدرتمندیه، خیلی مثلا میتونه کارهای خیلی بزرگتری از پاره کردن یه طناب انجام بده. اون توی ذهنش حک شده که آقا من نمیتونم این طناب رو باز بکنم و شما هر کاری هم بکنین اون باور نمیکنه این قضیه رو. این اتفاقی که برای خیلی از ما توی زندگی واقعی میفته. بعد این قضیه فیل که تعریف کردی من یاد یه خاطره افتادم. اونم این که مامان من همیشه معتقد بودش که برای کارهای هنری تو باید استعداد داشته باشی، یعنی باید درونت من ببینم که این استعداده هست. برای همین خواهرم همیشه عاشق این بودش که خیاطی یاد بگیره و خیلی دوست داشت که حرفه این کار رو انجام بده و مثلا توش پیشرفت کنه. ولی مامان من همیشه از اول میگفت که نه، من دارم درون تو میبینم که تو این استعداد رو نداری و کسایی که توی این کار موفق میشن زمینه‌شو دارن، استعدادشو دارن و خب هیچ وقت این کار رو انجام نداد و حالا خب خیلی ساله که از اون قضیه میگذره. خب من الان یاد گرفتم خیاطی رو حرفه‌ای انجام میدم و همیشه بهش میگم که خب تو که انقدر دوست داشتی بیا من بهت یاد بدم. الان که دیگه کنار منی میتونی یاد بگیری و اینها، ولی بازم بعد این همه سال با اینکه این همه بهش میگم بابا اصلا چیزی به اسم استعداد نیست، فقط یادگیریه، بازم اینجوریه که نه من نمیتونم، من استعداد ندارم، با اینکه واقعا عاشق این قضیه است ولی انگار تو ذهنش حک شده که تو باید یه استعداد داشته باشی، یه تأییدی بگیری بعد مثلا این کار رو شروع کنی و هنوز که هنوزه جرأت انجام دادنش رو پیدا نکرده. این دقیقا خود ناامیدی آموخته شده است. یعنی یه چیزی توی بچگی میاد توی ذهن ما میشینه، تو بچگی، تو دوران حالا مثلا نوجوانی و اینا، و حالا بیا و درش بیار. دقیقا. بذارین یه مثال دیگه بزنم راجع به همین که چقدر این ناامیدی آموخته شده میتونه ساده در ذهن ما شکل بگیره ولی میتونه چه تاثیرات عجیب غریبی تو دوران بزرگسالی ما داشته باشه. این داستان رو اینطوری شروع بکنم که یه بچه‌ای رو در نظر بگیریم که میخواد راه بره، میخواد بدوه و همه اطرافیان همسن و سالاش میتونن آزادانه بدوئن، راه برن، بپرن، بازی کنن و اینا. مادر این بچه رو میذاره توی یه روروک یا همون واکرا اگه مثلا دیده باشین و بهش میگه که آقا تو باید توی این راه بری به خاطر اینکه خطرناکه، خودتو میزنی به در و دیوار، ممکنه آسیب ببینی، ممکنه زخمی بشی و اینا. اون بچه با اینکه خیلی کوچیکه انگار اولین مواجهش با دنیای بیرون اینطوریه که اوکی من اگه خودم تنهایی و بدون این وسیله راه برم ممکنه آسیب ببینم، پس دنیای بیرون برای من خطر داره، به من میتونه آسیب بزنه. این خیلی ساده‌ایه، خیلی از خانواده هم انجامش میدن. کم کم پیش میره و این بچه با همین ذهنیت کم کم بزرگ میشه. توی این داستان ما پدر خانواده بیشتر سر کاره، بیشتر مشغول کارهای خودشه و وقتی که مثلا میاد خونه و یا در مواجهه با بچه هستش مثلا خیلی اینطوریه که نه تو باید اعتماد به نفستو زیاد کنی، باید بتونی خودتو مثلا در برابر این دنیای خطرناک قوی بکنی، باید مثلا بری کلاس رزمی قدرت بدنی تو زیاد بکنی و باز دوباره داره به یه نحوه دیگه به این بچه یاد داده میشه که دنیا خطرناکه، تو باید خودتو قوی کنی تا بتونی در برابر این دنیا مثلا قرار بگیری. خب این پدر همیشه در دسترس نیست، همیشه برای اون بچه در حال سخنرانی راجع به دنیا و فلان و اینا نیست. وقتی که نه در واقع پدر نیست و نقشش توی زندگی این بچه کمرنگ میشه، این در واقع این آدم، این بچه چیکار میکنه؟ انگیزش رو از دست میده، محرکش رو از دست میده و برای اینکه حالا بتونه با اون انتظارات پدرش زندگی کنه انگار دیگه محرکی وجود نداره، انگار دیگه کسی نیست بهش بگه آقا پاشو مثلا بلند شو، ولی اون ذهنیته که دنیا خطرناکه هنوز توی ذهنش وجود داره. کم کم این حسا باعث میشه که آدم احساس بی‌ارزش بودن بکنه، کم کم حس بکنه که ضعیفه، کاری از دستش بر نمیاد و با بالا رفتن سنش هی این حسا چیکار میشه؟ پررنگ‌تر میشه. از اون طرف قضیه ما مادر داستانو داریم. خب مادر داستان آدمی که خیلی نگرانه، خیلی مثلا نمیخواد بچهش آسیب ببینه، شاید میتونه از دوست داشتن زیاد باشه، میتونه از وسواس باشه، میتونه از نگرانی زیاد باشه، به هر دلیلی. وقتی که این بچه توی موقعیتی قرار میگیره که
در واقع دنیا داره بهش آسیب میزنه، بچه‌ها اذیتش میکنن، تو مدرسه اتفاقی براش میفته، زمین میخوره حتی. این مادر اولین کسیه که مثلا در اون موقعیت حضور داره، به ثانیه نکشیده خودشو پیش بچه‌اش میرسونه و مثلا حالا یا از اون بچه دفاع میکنه یا سریع اون از اون موقعیت خارج میکنه. و این کم کم با تکرار این اتفاق این ذهنیت توی ذهن اون بچه شکل میگیره که من بدون مادرم نمیتونم هیچ کاری رو انجام بدم، نمیتونم از خودم در برابر این دنیای خطرناک دفاع بکنم. و هر چی که مثلا میگذره این آدم خودش رو در برابر مشکلات و چالش ها ضعیف‌تر میبینه. اینا واقعا کاری از دست من بر نمیاد، اگه مامانم نباشه نمیتونم این کار بکنم، اگه مامانم نباشه دفاعی میدونم ندارم. اینا حالت سمبولیک و ایناها داره، ولی احساس میکنم اکثر ماها تو خانوادهمون واقعا اینطوری بوده. یعنی اکثر خانواده های ایرانی با همین متد، با همین روال پیش رفتن، برای اینکه مبادا بچهشون مثلا یک کار اشتباهی بکنه، یک آسیبی به خودش بزنه. هممون توی یک محیط ایزوله‌ای بزرگ شدیم و از بچگی خودمون تجربه نکردیم، شکست رو ندیدیم و اینجوریم که تمام جامعه بده، من به تو اطمینان دارم ولی به جامعه اطمینان ندارم. و این توی این محیط بودنه احساس میکنم اصلا ما اول بهمون یاد داده که ما الان توی یک جامعه سخت و خطرناک و ایناها هستیم و خیلی سخت تو میتونی از این جون سالم به در ببری. دقیقا اصلا من خودم با همین متد بزرگ شدم. یعنی حالا مامان من به هر دلیلی مثلا همه اینطوریان که از دوست داشتن زیادشه، از علاقه زیادش به شماست. مثلا اگه نگرانی معمولی مثلا درجهش 30-20، درجه نگرانی مامان من مثلا 80-90، یه همچی عددی. مثلا اینطوری که خب نه، تو با دوستات حق نداری بری بیرون، تو حق نداری با آدمو حرف بزنی، تو مثلا حق نداری که مثلا بدون من از خونه بری بیرون، جایی میخوای بری من میرسونمت، یا مثلا چه میدونم مدرسه میخوای بری، نه مثلا پیاده چرا بخوای بری، یا سرویس چیه من خودم میرسونمت. یا مثلا همینجوری هم که وای مثلا چه مامانی که اهمیت میده، چقدر کر میکنه، چقدر مراقبه. ولی خب مثلا هم من هم مثلا خواهرم به این سن که رسیدیم واقعا در بعضی از روابط اجتماعی، در بعضی از موقعیت ها فلجیم. یعنی بعضی وقتا یه سوپرمارکت ساده رفتم واسه من یه چالشی که از 2-3 ساعت قبلش باید ذهنم برش آماده کنم. یه چیز جالبی که هست، من برعکس همه بچه‌ها هیچ وقت توی بچگیم شهربازی نرفتم، چون که بابام همیشه معتقد بودش که شهربازی خیلی خطرناکه و اصلا جای سیفی برای بچه‌ها نیست. و من توی تمام بچگیم همیشه شهربازی رو یه تهدید می‌دیدم، یه خطر می‌دیدم. و الان با اینکه خب خیلی سالها گذشته ولی من همچنان به شدت از شهربازی میترسم و تا الان که الانم نرفتم و نمیرم. شاید خیلی مثال مثلا ساده و عجیبی باشه ولی واقعیت، یعنی وقتی بهش دقت میکنم میبینم که اگه شاید یک بار توی بچگی مثلا میرفتم، حالا دستم میشکست، پام میشکست، شاید الان انقدر برای من یه چیز بزرگی نبود، یه تهدیدی نبود. جایی که برای همه بچه های جای شاد و خوبه، برای من همیشه یه تهدید بود. خیلی وقتا میام مثلا تجربه های مثلا چیز شیرینه، اونقدر تلخ نیست، اونقدر مثلا وحشتناک نیست و میان حالا به اسم نگرانی، به اسم دوست داشتن، به اسم چیزهای دیگه تبدیلش میکنن به چیز وحشتناک. و بعد فقط هم حالا جلوتر صحبت میکنیم، فقط هم روی اون بخش زندگی ما تأثیر نداره، تأثیراتش در تمامی بخشای ما قراره که دیده بشه. خب همونطور که داشتم راجع به اون بچه و مادری صحبت میکردم، این قضیه ادامه پیدا میکنه. مثلا همونطور که ما الان گفتیم توی تجربه هامون، ما هی بزرگتر میشیم، این بچه هی بزرگتر میشه، به وقتی یه بزرگسال میشه حتی توی انتخاب کردن شریک عاطفیش، شریک زندگیش، هم بدون نظر مادرش نمیتونه کسی رو انتخاب کنه، نمیتونه با کسی ارتباط بگیره. تو کل این داستانی که ما تعریف کردیم ما داشتیم راجع به تجربه های روزمره صحبت میکردیم، مثلا راه رفتن، بازی کردن با بقیه، چه میدونم مدرسه رفتن. ولی مثلا توی هیچ کدوم از این بخشا شریک عاطفی، رابطه عاطفی مطرح نبوده. ولی الان داریم میبینیم که این بچه تأثیراتش رو داره توی حتی زندگی عاطفیش هم میبینه.
و با اینکه اینقدر این بچه که الان یه بزرگسالم هست وابسته است به مادرش توی تمام مسائل، از اون طرف یک نفرت عجیب غریبی نسبت به مادرش پیدا کرده که اینجوری که اون کسی که داره استقلال منو از من میگیره تویی، با اینکه اون بچه نمیتونه بدون مادرش کوچکترین تصمیماتش رو هم بگیره. یکی از چیزایی که میتونه موجب ناامیدی آموخته شده باشه اینه که توی کودکی یه سری اتفاقات برام میفته. خیلی سال پیش وقتی تحقیقات راجع به ناامیدی آموخته شده رو شروع کردن، به این نتیجه رسیدن که در واقع این محصول تراماهای کودکی ماه. یه اتفاق در کودکی برای ما میفته و این باعث میشه که ما اینو تا بزرگسالی با خودمون به دوش بکشیم. یکی از چیزهای دیگه که میتونه عامل این مسئله باشه اینه که وقتی ما برای اولین بار میخوایم این کار رو انجام بدیم. وقتی اولین بار میخوایم این کار رو انجام بدیم، منظورم مثل راه رفتنه، مثل غذا خوردنه، یه چیزی رو جابجا کردن، نقاشی کشیدن یا کارهای ابتدایی. مهم اینه که اون آدم‌هایی که اون زمان در اطراف ما هستن، میتونه والد ما هم نباشه لزوما، چه ریاکشنی رو دارن به ما نشون میدن. مثلا اگه شما برای اولین بار روی پاهاتون وایستادین و شروع میکنین به راه رفتن، خیلی طبیعی یک بچه این عضلات پاتون اونقدر قوی نیست، 1000 تا دلیل وجود داره که ممکنه بیفتید. آدمای اطرافتون اگه به شما بخندن، مسخرتون کنن و یا مثلا با شما شوخی کنن، شما خیلی کوچیکین شاید متوجه نشین، ولی به هر حال اون حس رو میگیرین و همین باعث میشه که شما در بزرگسالی برای شروع کردن یک کار جدید به مشکل بخورین و انگار این توی ذهن شما نهادی نمیشه که هر بار من بخوام یک کار جدیدی رو شروع بکنم من قطعا شکست میخورم، یه آدم شکست خوردم و هیچ حرکت رو به جلوی ندارین و هیچ کار جدیدی رو هم شروع نمی‌کنین. این قضیه مسخره شدن که گفتی، من یاد یه چیزی افتادم، این که من وقتی بچه بودم عاشق رقص و اجرا و اینجور چیزا بودم. بعد خب از اونجایی که ADHD هم داشتم یکم میتونه نرمال باشه. بعد وقتی که مثلا کل خانواده رو جمع می‌کردم که بشینن و رقص منو تماشا کنن، همیشه مسخره می‌شدم. مثلا بعضی موقع حتی میرفتم کارتای کوچولو درست می‌کردم که مثلا اجرامو بیان ببینن و میمدم اجرا می‌کردم و اینها. آره. و همیشه مسخره می‌شدم و هیچ وقت هیچ کسی بهم نگفتش که مثلا خوبه و اینها و بعد اون مسخره شدنه دیگه کامل گذاشتمش کنار و هنوز که هنوز من عاشق رقصیدنم و عاشق اینم که برم تئاتر و اینها، ولی هیچ وقت نمیتونم استارتشو بزنم. حتی از این که برم کلاسش هم میترسم که نکنه تو کلاسش یه حرکتی بزنم که مثلا بقیه مسخرم کنن و باز دوباره اون شکسته تکرار بشه. خیلی عالیه. یعنی یه ذره میتونی به نظر من اینا از بیفکری میاد. خب یعنی ما فکر میکنیم که آره مثلا به خاطر یه خنده یه لحظه‌ای، به خاطر یه شوخی لحظه‌ای، یه لذت لحظه‌ایه به هر حال اون مسخره کردن و اون خندیدنه. تو میتونی یک تاثیر خیلی بزرگی در کل اون جرنی و مسیر زندگی که اون آدم داره تجربه میکنه بذاری. اصلا مسیر آیندهش انگار عوض میشه. شاید طرف توی اون مسیر استعداد داشته باشه، شاید اگه اونو ادامه بده، اگه توی اون تشویق بشه کلا زندگیش فرق کنه، ولی با یه مثلا شوخی و خنده‌ای که از ناآگاه بودن میاد تو میتونی کلا زندگی طرفو نابود کنی یه جورایی. و خیلی بر همینه که میگم مثلا توی ارتباط با بچه‌ها خیلی باید آسته آسته پیش بری، خیلی باید با فکر پیش بری، چون اثراتش رو طرف تا بزرگسالی قرار تجربه بکنه و خیلی باید پدر خودش رو در بیاره تا مثلا بتونه آقا 10% اون تأثیری که تو بچه‌ای گرفته رو کم بکنه. و بله خیلی از چیزایی که ما توی این پادکست هم قرار راجعش صحبت بکنیم همه نتیجه تراماهای کودکیه. ببینین وقتی که یه بچه‌ای رو در نظر بگیریم، بذارین اینطوری بگم، این بچه یه موجودیه که هیچ دفاعی از خودش نداره، هیچ شناختی از محیط اطرافش نداره و در واقع هیچ چی نمیدونه. فقط میدونه که آقا مثلا یک زن و مردی هستن که تعریف درستی هم شاید از زن و مرد نداشته باشه که از من قرار محافظت کنن، مراقب من باشن، به من غذا میدن و یه جورایی همون بحث خداگونه‌ای که تو اپیزود قبل داشتیم. حالا فرض بکنیم که این موجودی که انقدر ضعیف و طفله در واقع
به جایی میرسه که حس میکنه هیچ چیزی تو این دنیا نمیتونه بهش کمک بکنه و شرایطش رو بهتر بکنه. خب این قراره شکست خیلی بزرگ برای اون بچه باشه، قراره خیلی تجربه تلخی برای اون بچه باشه. و جلوتر راجع به این صحبت میکنیم که چرا وقتی یه همچی حسی به ما دست میده قراره تا بزرگسالی با ما همراه باشه و چقدر این حس عمیقه. کلا ناامیدی آموخته شده راجع به اینه که من یک شرایط بدی دارم، یک موقعیت وحشتناکی دارم و چیزی تغییرش نمیده. هیچ چیزی در این دنیا دست کمکی برای من نیست، جدا از اون من خودم هم تمایلی به تغییرش ندارم. خیلی وقتا توی زندگی بزرگسالیمون مسائل مشکلاتی ممکنه برای ما پیش بیاد که فقط شاید کافی باشه که ما نگرشمون رو تغییر بدیم، عادتامون رو تغییر بدیم، توی سبک زندگیمون یه سری تغییراتی ایجاد کنیم و اون مسئله حل میشه و برطرف میشه. ولی دقیقاً جایی که ما باید این تصمیم رو بگیریم و عمل بکنیم به این قضیه که آخه مثلا من فلانجا باید فلان تغییر رو بکنم، ناامید میشیم و حس میکنیم که آقا هیچ چیزی تو این دنیا نمیتونه این شرایط رو عوض بکنه، تغییر بده. مثلا اینجوریم که واقعا فکر کردیم مثلا اگه من 5 صبح بیدار بشم یا مثلا خوابم رو تنظیم بکنم قراره که مثلا زندگی من توش تغییر ایجاد بشه. و ما این هیچ کاری نکردن و هیچ حرکتی نکردن و این سکون و در واقع اینا همه نشون دهنده همون ناامیدی خودآموخته شده است. وقتی که ما سر جامون وای میستیم و اجازه میدیم که اتفاقات بعد روی سر ما آوار بشن و زندگی ما هی بیشتر و بیشتر تبدیل به یه خراب و مخروبه بشه، اینا همه نشونه هایی که ما درگیر این مسئله هستیم. و هر چقدر این قضیه طولانی تر میشه ما بیشتر به این نتیجه میرسیم که کسی نمیتونه به ما کمک کنه، چه برسه به خودمون. یعنی ما خودمون حتی اونقدر خودمون رو قبول نداریم که توانایی رو داریم که تغییر ایجاد بکنیم. برای اینکه این قضیه بتونه در ما تأثیراتش کمتر بشه، اون آقای اسلیگمن میگه که بهتره که شما از learned helplessness برسیم به learned hopefulness. یعنی شما برسیم به برسیم به اون امیدواری و خوشبینی آموخته شده. یه کم کم باید به این برسی که آقا تو یه سری امکانات و توانایی‌های توی زندگی داری و باید با استفاده از اینا بتونی یه سری تغییراتی توی زندگی ایجاد بکنی. و این با این شروع میشه که ما به طور متفاوتی توی آینده‌مون نگاه بکنیم. یه سوال میپرسه که به نظر من خیلی سوال قشنگیه. اونم اینه که میگه اول به آیندت فکر کن، خودتو توی آیندت تصور کن. قشنگ بیار اون تصویر رو جلوی چشمت و ببین که در واقع داری چی میبینی. اون آدمی که توی آینده تو وایساده توی 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، آیا تحت تاثیر اتفاقاتی که براش افتاده و تبدیل شده به اون، یا نه تحت تاثیر اتفاقات و رفتارهایی که خودش انجام داده. میگه اگه تو خودتو داری آدمی میبینی که تحت تاثیر یه سری اتفاقات به اون آدم اون نقطه رسیده، یعنی این ناامیدی آموخته شده خیلی در تو بنیادیه. ولی اگر نه، تو داری اون آدمی میبینی که خودش یه سری کارا رو انجام داده، یه سری اقداماتی رو انجام داده، در نتیجه اون اقداماتی که خودش انجام داده به اونجا رسیده، این نشون میده که خب این ناامیدی آموخته شده اونقدر در تو تأثیری نداشته. میگه اگر توی گروه اول جا میگیری باید سعی کنی که یه جوری خودتو به این گروه دومه برسونی و تمام این صحبت ما برای اینه که در نهایت ما تحت تاثیر اقدامات و اعمال خودمون زندگیمون رو پیش ببریم. یه طوریه که انگار کنترل از دست ما خارج شده و ما باید تلاش کنیم دوباره این کنترل رو به دست بگیریم. بذارین براتون یه مثال بزنم توی روابطمون. شاید خیلیامون تجربهش کرده باشیم. فرض کنید شما توی رابطه تاکسیک هستین. میتونه این رابطه تاکسیک با دوستتون باشه، میتونه با شریک عاطفیتون باشه، میتونه با خانواده‌تون باشه. 2 تا نگاه وجود داره، 2 مدل برخورد وجود داره. توی برخورد اول ممکنه بگی آقا من این آدم رو دوست دارم، این آدم دوست منه، پارتنر منه، خانواده منه و به حال این رابطه هست که من دارم و حالا به هر دلیلی اون آدم داره با من بد رفتار میکنه و حالا من اینطوریم که خب اوکی باشه، من میخوام این رابطه وجود داشته باشه، میخوام این آدم در زندگی من باشه و من هیچ جوره نمیخوام که از این رابطه بیام بیرون و هیچ ریاکشنی نشون نمیدم به رفتار بدی که اون آدم با من داره.
ممکنه سر من داد بزنه، مثلا ممکنه برخورد فیزیکی با من داشته باشه یا هر مشکل دیگه ای که باشه، من به اون آدم هیچی نمیگم، هیچ ریاکشنی نشون نمیدم و در واقع هیچ تاوانی بر اون رفتار بده وجود نداره. یه نگاه دومی هست، یه برخورد دومی هم میتونه وجود داشته باشه. اونم اینه که آقا وقتی مثلا تو نوعی به من دروغ میگی یا تو نوعی با من برخورد فیزیکی داری، من به تو ریاکشن نشون میدم، من به تو واکنش نشون میدم، تو رو بازخواستت میکنم، ازت سوال میپرسم چرا این کارو کردی، چرا با من همچی برخوردی داری. و اگه مثلا این سوال من، این برخورد من جواب نده، کم کم برای تو مرز میذارم. اگه مرزم جواب نده و تو مدام در حال تخطی کردن باشی، من از اون رابطه میام بیرون. حالا مهم نیست که اون رابطه مثلا مادر فرزندیه، رابطه با دوست صمیمی منه، یا نه مثلا رابطه با کسیه که 10 سال من باهاش توی رابطه‌ام. در نهایت از اون رابطه میام بیرون. واقعیتش رفتار ماها نسبت به تروماهایی که داریم هر کدوممون فرق داره. همونطوری که مثلا تو اون اپیزود قبل گفتیم ممکنه توی یک خانواده باشیم، ممکنه یک ژنتیک داشته باشیم، ولی رفتارمون فرق میکنه. الان این چیزی که گفتی قشنگ توی خانواده ما برقراره. ما 4 تا بچه ایم که توی یک خانواده بودیم که خب رفتار پدر مادر به نوعی تاکسیک بود و 2 تامون تونستیم اینجوری باشیم که خب نه، تو رفتارت با من رفتار درستی نبود و فاصله گرفتن و حالا جای دیگه زندگی میکنن و 2 نفرمون چسبیدیم به خانواده و اینجوریم که تو هر کاری که بکنی من باید کنارت باشم فلان. و من واقعا دارم پیشرفت رو تو اون 2 نفری که رفتن میبینم. یعنی درسته که براشون سخت بود این رفتنه و دل کندنه، ولی باعث شدش که واقعا اون مرزگذاری باعث پیشرفتشون بشه. و به نظر من هر جوری که باشه این مرزا رو باید یه جوری نگه داریم. آره، اتفاقا با خانواده خیلی سخت داره. آره. چون اصلا جدای از اون وابستگی و علاقه‌ای که خودمون بهشون داریم، خیلی خانواده ها عذاب وجدانی هستن. یعنی تا میتونن بهت عذاب وجدان میدن، تا میتونن تو رو سرزنشت میکنن. حتی مثلا دیده شده خانواده هایی که آدمای مذهبی هم نیستن، خیلی اعتقادی به اسلام و مذهب و فلان و اینام ندارن، برات آیه قرآن میارن، حدیث میگن که به تو بخوان ثابت بکنن که تویی که داری در برابر خانوادت همچی رفتاری نشون میدی، واکنش نشون میدی به رفتار بدشون، تو آدم طرد شده ای هستی، تو پسر نوحی و دقیقاً. خیلی فکر نکن که قرار آینده درخشانی داشته باشی. کل این حرفایی که زدیم برای اینه که آقا اگه ما تمرین کنیم به قضایا متفاوت نگاه کنیم و دنبال نقش خودمون توی اون مسائل بگردیم، کم کم میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم رابطه خودمون رو با خودمون بهتر بکنیم. اینو همینجا لازمه بگم که این ناامیدی خودآموخته شده فقط باعث این نمیشه که من پیشرفتی توی زندگیم نداشته باشم. این در واقع تمام بخشای زندگی من رو فلج میکنه. جدای از این قضیه باعث افسردگی میشه، باعث اضطراب میشه، اعتماد به نفس و عزت نفس رو خیلی میاره پایین. در حدی هم هست که مثلا یه روزی به خودت میای و میبینی حالت از خودت به هم میخوره، حالت از زندگیت به هم میخوره، دورت پر شده از روابطی که در واقع نه تنها چیزی به تو اضافه نمیکنه، داره یه چیزی هم ازت کم میکنه، یه چیزی هم ازت میگیره. زندگی کاریت خیلی روال خوبی نداره، زندگی تحصیلیت همینطور، و انگار هر بخشی از زندگی تو میبینی این یه گندی بهش زده. و داره میگه ما باید اول کم کم سعی بکنیم ارتباطمون رو با خودمون دوباره شکل بدیم. اینکه آقا من نوعی میتونم یه تغییری توی زندگی خودم ایجاد بکنم، میتونم به نوع متفاوتی به خودم نگاه بکنم. و اگر شما بچه‌ای بودین که با این مسئله بزرگ شدین و پرورش پیدا کردین، به این معنی نیست که قرار بزرگسالی باشین که با این ناامیدی آموخته شده قرار زندگی کنه و در نهایت بمیره. شما به عنوان بزرگسال خیلی توانایی‌های بیشتری نسبت به اون طفل معصومی که ما در ابتدای صحبتمون گفتیم داریم. خیلی از وقتا این مسئله هم هست، ما از جامون پا میشیم میگیم نه من میتونم تغییر کنم، میتونم کنترل این زندگی رو دستم بگیرم، میشینم برنامه ریزی میکنم، هدف گذاری میکنم، کلاس ثبت نام میکنم و
در واقع نقطه ضعفامو میبینم، نقاط قوتمو میبینم، به یه شناخت کلی از خودم میرسم و همه این کارهایی که میگن باید در مسیر موفقیت انجام بدی رو انجام میدم. ولی نمیشه. در نهایت نمیتونم کاری رو انجام بدم و دوباره اون لیستی که من برای هدفام تعیین کردم فقط میشه یه لیستی که من هر روز بهش نگاه میکنم و به خودم سرکوفت میزنم. و میگه که درسته من نمیتونم نقش گذشته خودم رو چیکار بکنم نادیده بگیرم. شاید واقعا در گذشته ما در شرایطی سختی بودیم که نمیتونستیم هیچ تغییری توش ایجاد بکنیم. والدی داشتیم که مثلا ما رو کتک میزده، تنبیه فیزیکی بوده. خب من بچه چه کاری از دستم برمیاد در برابر اون والد؟ یا پدر مادرم مدام با هم دیگه دعوا میکردم و خب من نمیتونستم من بچه برم وسط اونا وایسم مثلا بگم داد نزنین محیط زندگی من فلان و اینا. ولی نمیتونستم واقعا، هیچ راه فراری برای من وجود نداشته تو دوران بچگی و الان این اثراتش هست و حتی وقتی من تلاشم میکنم اوضاع رو بهتر کنم خیلی نتیجه‌ای نمیگیره و در نهایت دست از تلاش میگیرم. خیلی علائمی هم، حالا جدا از این علائمی که تا الان گفتم چیزای دیگه هم میتونه علائمش باشه. اهمال کاری یکی از اتفاقاتی که میتونه بیفته و اهمال کاری خیلی شدیدی هم میتونه باشه. اینکه من هیچ انگیزه‌ای ندارم، محرکی ندارم. حس میکنم الان که داریم صحبت میکنیم بین چه دارم میسم انگار ناامیدی خودآموخته شده ما رو صرفاً یک جسمی میکنه که نفس میکشه، حالا حرکت هم میکنه ولی عملا مرده. یعنی واقعا انقدر این ترس از شکسته توی ما نهادینه شده که ما ترجیح میدیم آقا زندگی نکنیم. من ترجیح میدم قدم از قدم بر ندارم که اتفاقی برام نیفته. واقعیتش انقدر اون درد زیاد بوده، انقدر اون موقع که اون شکست رو تجربه کردیم اون درد زیاد بوده که مغز اینجوریه که دیگه نمیخوام اون درد رو تجربه کنی و تبدیلت میکنم به یک مرده‌ای که صرفاً فقط نفس بکشه و این کار رو میکنم که دوباره اون درد رو تحمل نکنم و این خیلی برای من دردناکه که انقدر اون درد زیاد بوده و ما انقدر نادیده میگیریمش و با خودمون میگیم که نه این تقصیر منه، مثلا من بیورزم، من نمیتونم، من از پسش بر نمیام. ولی واقعیت این بوده که انقدر موقعی که بچه بودیم این درد برای ما زیاد بوده که تبدیل شدیم به یک مرده‌ای که صرفاً دوباره اون درد رو تحمل نکنیم. دقیقاً اصلا زندگی متوقف میشه برای اینکه من دوباره درد نکشم و باز از این قضیه هم داریم درد میکشیم. بذارین یکم راجع به انسان مدرن با هم دیگه صحبت بکنیم. یک بزرگسالی که داره در جامعه زندگی میکنه. ما خیلی طبیعیه که دچار افسردگی و اضطراب بشیم با وجود تمام این سابقه‌ای که داشتیم و وقتی خیلی از آدم‌ها رو دیدم که وقتی دچار افسردگی و اضطراب میشن اینجوریان که خب نه هیچ چیزی تو این دنیا نمیتونه حال منو بهتر کنه، دارو جواب نمیده، روانشناسا اینطورین، روانپزشکا اینطورین، مگه من دیوونم کتاب بخونم، یوگا چیه، تمرین تنفسی چیه، برو بابا خودتو مسخره کردی فلان و اینا. و خب میدونیم که افسردگی و اضطراب یه چرخه خودبازپروری دارن. یعنی اگه مثلا افسردگی میتونه باعث افسردگی بشه و یه چرخه‌ای که تا ابد ادامه پیدا میکنه. از اون طرف اضطراب هم همین جوریه، اینا مکمل هم دیگه هستن، بیشتر واردش نمیشم. اون آقای رو اگه یادتون بیاد که اون آزمایش سگا رو طراحی کرده بود، آقای مارتین اسلیگمن، یه کتابی منتشر کرد در راستای این قضیه. والا من که تحقیق کردم اینم کشف کردم. بذار حالا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم برای این قضیه. یه کتاب داره به اسم خوشبینی. میگه که افراد خوشبین در واقع آدم‌هایی هستن توی این دنیا که به هدفشون میرسن، آدم‌هایی هستن که در واقع ریچ د گول میکنن و اینا آدمایی هستن که افسردگی توشون خیلی کم رنگه، خیلی معنی اضطراب شاید متوجه نشن و سلامت جسمانی بهتری دارن، سلامت روحی روانی بیشتری دارن و کلا زندگی انگار بر وقف مراد اینجور آدما میگرده. حالا تو این کتابش یکم مفصل‌تر توضیح میده. من خیلی خلاصه بخوام بگم با این سوال شروع میکنه که آقا اوکی من فهمیدم که آدمای خوشبین تو این دنیا زندگی بهتری دارن، حالا چجوری میتونم به همچین چیزی برسم؟
میگه که اینجور آدما اینطوری فکر میکنن که اوضاع بد موقته و همیشگی نیست و اون چیزی که همیشگیه در واقع اون آرامش است، اون روزای خوبه که همیشگیه و اتفاقای بد در واقع خیلی کم پیش میان و همیشگی نیستن و همیشه بعد اتفاق بد قراره یک اتفاق قشنگی بیفته. خب من مطمئنم که همه ما الان داریم با تمسخر به این جمله فکر میکنیم و بهش گوش میدیم و برای خود من همین جمله خیلی ملموس نیست، چون من خودم اینطور به هم یاد داده شده، توی گوشم گفته شده. بس من واقعا معتقدم به این قضیه که ما یه سری روزهای خوشی داریم در یک کلیت بدی، یعنی یک سراشیبی دائمی هست که بعضی وقتها مثلا ممکن اتفاقات خوبی هم بیفته. اصلا یه درش جمله معروف مامانه ما اینه که بعد یه اتفاق خوب حتما منتظر یه اتفاق بد باشه. یعنی من با این جمله بزرگ شدم، یعنی اینجوریه که اگه الان داری میگی میخندی و فلان و ایناها، قطعا یه اتفاق بدم میاد، یعنی منتظر اونم باش. اصلا من یکی از دوستام مثلا ما میرفتیم با هم کلی خوش میگذروندیم، مثلا یه جایی میرفتیم و اینا، امکان نداشت که مثلا در همون هنگی که ما داشتیم میگفتیم میخندیدیم طوری بود که اوکی بچه قرار فردا یه اتفاق بد بیفته چون الان داره خیلی بهمون خوش میگذره. و آره و خب من قبول داشتم حرفشو و واقعا همون اتفاق بده میافتاد. میگه ولی افرادی که الان مثالهاش خودمون هستیم، افرادی که درگیر این ناامیدی خودآموخته هستن و اصطلاحاً آدمای خوشبین نیستن، شکست رو یک کلیتی میبینن و اگر در یک مسیر یک شکست بخورن و یه مشکلی براشون به وجود بیاد، باورشون بر اینه که در تمام مسیرها این شکست وجود داره، در واقع زندگی من یه شکستیه که حالا ادامه داره و ممکنه حالا بعضی روزا اتفاقای خوبی هم بیفته، ولی حالا این کلیت قضیه رو خیلی تغییر نمیده. میگه ولی افراد خوشبین اینطوری نیستن. میگه یه اتفاق کوچیکی که ممکنه به نظر ما خیلی ناچیز باشه و ما اصلا نبینیمش توی زندگیشون میفته و اینا با همون اتفاق کوچیک کل روز رو راه میبرن، کل روز رو میگذرونن و ممکنه با همون اتفاق کوچیک یک هفته و یک ماه مثلا شارژ باشن، اوکی باشن و زندگیشون رو بگذرونن و اصلا باعث بشه که مثلا کلی اتفاق بد دیگه براشون میفته ولی خیلی اهمیتی براشون نداره. میگه افراد خوشبین اتفاقات بد رو از یه عامل بیرونی میبینن، یعنی مثلا اگه الان ماشینشون تصادف میکنه، با ماشین تصادف میکنن و ماشینشون خراب میشه، مثلا اینطوریه که اوکی مثلا به این دلیل و به این دلیل که هیچ ربطی به من شخص نداره این اتفاق افتاده. ولی من نوعی اگه مثلا ماشینم خراب بشه یا تصادفی بکنم تو من خیلی بی‌عرضم، من عرضه رانندگی ندارم، من همیشه میدونستم راننده بدیم، خاک تو سرم که من گواهی نامه داده فلان و اینا، نظر خودم بقیه هم همین حرفو میزنن و کاملا افرادی که درگیری ناامیدی خودآموخته شده هستن با اولین اشتباه، با اولین شکست کاملا خودشون رو زیر سوال میبرن. من خودم به شخص اینطوری هم که اگه مثلا الان یه تصادفی بکنم قراره که تا ابد دیگه رانندگی نکنم، که از دلایلی که الان گواهینامه گرفتن من 6 ساله که طول کشیده شاید همین قضیه باشه. ولی افرادی که خوشبین هستن و توصیه هم که این کتاب میکنه اینه که آقا مشکلاتتون رو ایزوله بکنین. اگه در یه موردی برای شما یه مشکلی پیش میاد، اون رو به همه بخشای زندگیتون ربط ندین. اگه مثلا الان شما یه تصادفی میکنین، هیچ ربطی وجود نداره بین این و اینکه آقا مثلا شما 2 ساعت دیگه قرار برین باشگاه و توی اون باشگاه قرار بهتون بد بگذره یا نتونین حرکت رو خوب انجام بدین، قدرت بدنیتون بیاد پایین یا هر چیز دیگه. اگه توی یه مسیری اشتباهی پیش میاد، یه اشکالی پیش میاد، نباید روی بقیه مسیرها تاثیرگذار باشه. ولی من خودم به شخص اینطوری هم که فقط کافیه یک اتفاق بدی در روز برای من بیفته، من نه تنها مختص به اون روز نیست، من کل ماه هم نابوده. ما یه ضرب المثل داریم، سالی که نکوست از بهارش پیداست. یعنی قشنگ میبره زیر سوال این چیزی که تو میگی رو، یعنی اگه شروع یه چیزی بد باشه تا تهش بده. دقیقاً. و این یکی از
آپشنای ایرانی بودنه. العاده است. بعد یه مسئله دیگه که میگه اینه که با خودتون میگه خیلی خوب صحبت کنید. که به خودتون فوش میدین، هم میگین خاک تو سرم، فلان فلان شده، بیسار شده، این هیچ تأثیری نمیذاره. نه اون مشکل رو حل میکنه، نه حستون رو به خودتون بهتر میکنه، نه باعث میشه اتفاقی بیفته. شما فقط دارین با سرکوب زدن و توهین کردن به خودتون اون عزت نفس ناچیزی هم که دارین از بین میبرین. میگه اگه موفقیتی رو هم به دست میارین، چیزش نکنین، کوچیکش نکنین. مثلا اگه توی امتحانی 20 میشین، نگین حالا چون آسون بود من 20 شدم. آقا چون مثلا امتحانش از مبحثی بود که حالا من 20 بار خونده بودم مثلا 20 شدم. برین مثلا سراغ این که آقا شاید واقعا شما آدم توانمندی هستین. این باز برمیگرده به سندروم ایمپاستر که ما مفصل راجع بهش صحبت. من هر کسی که در مورد کنکورم ازم میپرسه میگم اون سال خیلی آسون گرفتم و هیچ وقت نگفتم آره مثلا من تلاش کردم. میگم نه اون سال واقعا بچه‌ها آسون گرفتم و برای همین من دانشگاه قبول شدم. میگم من اصلا دانشگاه قبول نمی‌شدم. من میگه که این جملهشو من خودم خیلی دوست داشتم، ولی حس کردم برای اینکه بخوای بهش برسی خیلی راهه. میگه اجازه نده که گذشته تو کنترل آینده تو رو به دست بگیره و در واقع این حال حاضر تو کلا از دست بره. خب این خیلی به نظر من کار سختیه. یعنی اینکه حالا من یه گذشته‌ای دارم، چه خوب چه بد، که فکر نمی‌کنم که خیلی هم جالب بوده باشه، این تأثیرشو میذاره. الان من واقعا حس میکنم درگیر اون ناامیدیه هستم، چون واقعا اینطوری هم من نمیتونم کارش بکنم. اتفاقی که تو گذشته داره و داره تأثیراتشو تو آینده من میذاره. بعضی اوقات حس میکنم ناخودآگاهه، یعنی حس میکنم خودم هیچ نقشی توش ندارم و اصلا نمیتونم کنترلش کنم. دقیقاً. مثلا آخه ببین من یکم چیزه، یکم شعاریه. مثلا وقتی دکتر میاد به من میگه که فلانی تو افسردگی ژنتیکی داری، خب من الان چی کار میتونم بکنم برای این افسردگی ژنتیکی که دارم؟ خب کاری از دست من بر نمیاد. والدین من در شرایطی بودن که اینو به من انتقال دادن و من قراره با این قضیه تا روز مرگم سر و کله بزنم. آیا میتونم کاری بکنم؟ وقتی مثلا دکتر من میشینه جلو میگه که تو نمیتونی درمانش کنی، تو فقط میتونی تا حدی کنترلش کنی. خب این خودش برای من اینطوریه که خب تو افسرده دیگه تو. ولی خب بیشتر تله‌های ذهنی هم که هست، حتی روانشناسان میگن اکثرشون قابلیت درمان کامل رو ندارن. یعنی توی اکثریتش تو میتونی فقط تا حدودی کنترلشون کنی و به نظر من همون هم حتی یه برد بزرگه. یعنی همون که بتونی کنترلش هم بکنی خیلی توانایی میخواد. خب مثلا تو همین بحث افسردگی، مثلا من خودم تا یه جایی مثلا متوجه می شدم که آقا مثلا الان این اپیزودیه که خیلی دیگه رفته بالا و دیگه خیلی مثلا دوزش زیاد شده. میدونستم مثلا الان تون دارم، خیلی جدیش نمی گرفتم، خیلی به خودم سخت نمی گرفتم و بعد مثلا وقتی گذر میکرد اینجوری بودم که اوکی الان وقتشه که زندگی کنیم. ولی مثلا هر چقدر که گذشت و من از اتاق درمان فاصله گرفتم بیشتر و اینا، و مثلا یه دفعه این اپیزودا میشد 3 ماه که مثلا من درگیر این مود بد و افسردگی و فلانم تا مثلا دوباره بخوام به زندگی عادی برگردم خیلی زمان میبرد، خیلی بیشتر انرژی میبرد و این هی باعث میشد من ناامیدتر بشم. اینجوری بودم با من این همه تلاش کردم، این همه کار کردم، این همه خودم سختی دادم، ولی مثلا میدونی من همیشه اینجوری بودم که الان خیلی داریم از موضوع بحث دور میشیم. آره دقیقاً. اجازه بده که ادامهش ندیم، راجع به یه مسئله در اپیزودهای بعدی صحبت میکنیم. برگردیم به یه مسئله. الان میخوام راجع به یه مسئله صحبت کنم که خودم خیلی سخت فهمیدمش، امیدوارم بتونم خوب انتقال بدمش. با این جمله شروع میشه که ما هر چیزی که ذهنمون بگه رو بدون اینکه سوالی بپرسیم قبول میکنیم. مثلا شما وقتی که به آسمون نگاه میکنید، آسمون ذهنتون بهتون میگه که این آسمون آبیه و شما از
خودتون نمیپرسین که چرا الان به این میگی این آبیه؟ اصلا آبی چیه؟ چرا سبز نیست؟ چرا زرد نیست؟ چرا الان تو به این گفتی آبیه؟ خیلی مسخره است دیگه آدم بخواد همچی سوالایی بپرسه. میگه که خیلی وقتا وقتی که ذهن ما بهمون میگه که این کار ارزش تلاش کردن نداره یا اگه تلاشی هم بکنی تغییری ایجاد نمیشه، فقط تصویری هست که ذهن ما داره به ما نشون میده. میگه ما همطور که من قبلا اشاره کردم بهش، ناامیدی آموخته شده مسئله بود که در گذشته فکر میکردم فقط به خاطر تراماهای کودکی ما، ولی تو تحقیقات جایی نشون داده که نه، عامل‌های دیگه هم میتونه داشته باشه و 4 عامل اصلی دیگه هم داره. یکی از این موارد این هستش که شما یه والدی داشته باشین که بیش از اندازه مسئولیت پذیر باشه یا آدم بی‌مسئولیتی باشه. یعنی همون قضیه نگرانی و دوست داشتن زیاد که حالا ما مفصل راجع بهش صحبت کردیم. یا اینکه مثلا شما بزرگسال هستین، بعد یا مثلا دانش آموزین و دارین درس میخونین. شما درس میخونین، کار میکنین، خیلی به خودتون فشار میارین، خیلی سخت کوشی میکنین، یک حالت برن اوت و فرسودگی میرسین شما، ولی نتیجه خیلی فرقی نمیکنه. یعنی نه معلمتون بهتون میگه فلانی مثلا چقدر خوب داری درس میخونی، چقدر خوب داری تلاش میکنی، من دارم میبینم این تلاشتو، نه کارفرمای شما بهت میگه که آقا من دارم میبینم مثلا 12 ساعت در روز داری کار میکنی، فلان چیزو داری میرسونی، دمت گرم، مثلا من دارم میبینم کارتو. اصلا راجع به بحث مالی اینا صحبت نمیکنم، فقط دارم راجع به دیده شدن صحبت میکنم. ولی کسی نه شما رو میبینه، نه کسی بهتون توجه میکنه، اصلا چه این کارو میکردین چه نمیکردین خیلی فرق خاصی نمیکرد. یکی از عاملای دیگه این قضیه میتونه این باشه که شما درگیر یه بیماری روانی یا درگیر یه بیماری جسمانی شده باشین. به هر حال کلا ذات بیماری ذهن ما رو به هم میریزه، به ما اون حس ناامیدی رو میده، به ما اون حس این که خب حالا من هیچ کنترلی ندارم. مثلا مثل همین افسردگی ژنتیکی که حالا گفتم، خب به هر یه مسئله که من خیلی روش کنترلی نداشتم و ممکنه که این قضیه باعث بشه که اون ناامیدی آموخته شده توی ما شعله‌هاش قوی تر بشه. بذارین یه مدل دیگه سعی بکنیم کارکرد مغز رو توضیح بدیم. وقتی که ما دچار ناامیدی آموخته شده میشیم، یه چیزایی توی ذهن ما داره تغییر میکنه. این ناامیدی آموخته شده هم ترانس سیچویشناله، هم ترانس سیمیولیتره. حالا این کلماتی که من نتونستم خیلی خوبم تلفظشون کنم یعنی چی؟ میگه که اگه شما توی کارتون دچار ناامیدی شده باشین که آقا مثلا من هر چقدر کار کنم، تلاش کنم، اضافه کاری وایستم، خودم رو تیکه تیکه کنم واسه این مثلا شرکت، اتفاق خاصی نمیفته و شاید تغییر نمیکنه و اوضاع بهتر نمیشه، ممکنه که آقا من توی رابطه عاطفیم همین حس رو داشته باشم. یعنی چی؟ آقا من توی رابطه‌ام دچار همین ناامیدی آموخته شده میشم و اونجا هم احساس بی‌کفایتی میکنم، اونجا هم اگه یه مشکلی برام پیش بیاد اینطوری هم که اوکی هیچ چیزی نمیتونه این شرایط منو بهتر بکنه و اونجا هم من به مشکل میخورم. بذارین اینجوری براتون باز بکنم مسئله رو. فرض بکنین شما تو خونتون نشستین و یه دفعه مثلا دست میزنین به پریز برق و یه شوکی به شما وارد میشه. ذهن شما از این به بعد اینطور عمل میکنه که شما از آب هم میترسین، از شعله گاز هم میترسین، از بارونی که بیرون هم میاد میترسین و این ممکنه که مثلا حتی خیلی شدیدتر و بدتر هم بشه. شاید فکر کنین که خیلی منطقی نیست، حالا مثلا یه شوک ساده بوده، یه برق گرفتگی ساده بوده، ولی بعضی وقتها یه سری اتفاقات توی ذهن ما همینقدر شدید باعث میشه که ما به چیزهای اطرافمون واکنش نشون بدیم و از چیزهای عادی توی زندگیمون بترسیم. تجربه ناامیدی آموخته شده همونطور که توضیح دادیم شامل فقط یه بخش از زندگی ما نمیشه. مثلا الان داشتیم با بچه‌ها صحبت میکردیم، ما توی دفتری کار میکردیم که واقعا
اصلا هیچ کدوم از کارهای ما براشون مهم نبود. ما یه سری برده بودیم، یه سری وظایفی داشتیم، حالا خودمون رو تیکه تیکه هم می‌کردیم برای این کاره. در نهایت ما یه سری موجوداتی بودیم که حالا اصطلاحاً در 80 هستیم و مسئولیت پذیر نیستیم و کلی ایراد داریم و همین مقدار حقوق کمی هم که میذارن کف دستمون از سرمون هم زیاده و دارن بهمون لطف میکنن. بعد این قضیه مثلا وقتی خیلی وحشتناک میخورد توی صورت من، شبش که حالا مثلا یا در طی اون مدت که من حالا با پارتنرم مثلا میرفتیم بیرون، مشکلی پیش میمد توی رابطه یا حرفی زده میشد، من کاملا اینجوری بودم که خب الان من بخوام این مسئله رو با تو مطرح کنم، خب قراره چه تغییری ایجاد بشه؟ من فلانجا اون همه تلاش کردم، هیچ دیده نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا مثلا من بیام برای تو توضیح بدم، من برای تو این حرف رو بزنم، بگم چی شده چی نشده و اون قراره چه تغییری ایجاد بشه. و همینطوری کم کم تمام بخشای زندگی ما رو احاطه میکنه، مثل یه ویروس که کم کم وارد بقیه بخشای زندگیمون میشه. حالا این قضیه خیلی برای محققا جالب بود، اینکه یه موقعیتی رو در نظر بگیریم. فکر میکنم توی بخش قبلی به این قضیه اشاره کردیم. یه موقعیتی هست مثلا من به ماهی میگم که ماهی تو اگر این کارو بکنی 100% مثلا این تومن میبری، یا 100% توی مثلا فلان شرکتی که اینقدر معتبره و اینقدر خوبه استخدام میشی. بعد تو مثلا به من میگی که نه، من از کجا معلوم، من این کار نمیکنم فلان. من میگم بابا قطعیه، اونا مثلا فقط گفتن تو باید رزومتو بفرستی. بعد تو هم میگی که نه کی گفت و فلان، مثلا هی توجیه که نه تو داری الکی میگی، چرت و پرت میگی. من میام با کلی سند و مدرک و فلان اینا سعی میکنم تو رو قانع کنم که آقا اون شرکت تو رو میخواد، اونا فقط یه رزومه از تو میخوان. و تو اینجوری که نه کی گفته فلانه، اینا الکی میگن، نظرشون عوض میشد و اون کارو نمی‌کنی، اون رزومه رو نمیفرستی. و خیلی برای محققا جالب بود که چی میشه تو موقعیتی که موفقیت حتمیه، ذهن ما گیواب میکنه یا اصطلاحاً دست از تلاش کردن میکشه. اومدن چیکار کردن؟ اومدن رو بخشای مختلف ذهن ما، رو بخشای مختلف مغز ما یه سری تحقیقات انجام دادن و متوجه شدن قسمتی از مغز ما وجود داره به اسم DRN. من اسم طولانیشو نمیتونم تلفظ کنم، ولی به هر حال یه بخشی هست به اسم DRN. میگه وقتی این بخش روشن میشه، سروتونین توی در واقع آمیگدال ترشح میشه و اون شروع میکنه به حرکت کردن. حالا این آمیگدال چیه که توش سروتونین داره ترشح میشه؟ یکم بحث ممکنه عجیب غریب باشه ولی بهش فرصت بدیم. میگه این آمیگدال بخش بادام شکل مغزه که نقش کلیدی رو توی پردازش احساسات ما، توی یادگیری، بخش حافظه و پاسخ به موقعیت‌های هیجانی مثل ترس و خوشحالی داره. این ناحیه همچنین توی تنظیم واکنش‌های هیجانی ما توی چهره ما هم خیلی دخیله. داریم راجع به بخش مهمی از مغزمون صحبت میکنیم. یکی از وظایف دیگه که این آمیگدال داره حافظه یادگیری هیجانی. این بخش به ذخیره و یادآوری خاطرات هیجانی ما کمک میکنه، به خصوص خاطراتی که مرتبط باشه با یه وقایع تلخ یا خیلی تلخ یا خیلی شیرینی که توی زندگی ما اتفاق افتاده. همچنین این بخش از مغز کمک میکنه تا به موقعیت خطرناک یا استرس‌زا ما چیکار بکنیم؟ واکنش بدیم و برای بقامون برنامه ریزی میکنه این بخش. پس ما فهمیدیم که توی بخش خیلی مهم از مغزمون این DRN چیکار میشه؟ ترشح میشه. ترشح سروتونین توی آمیگدال توسط DRN باعث ایجاد حس ترس میشه و در واقع فعال شدن DRN باعث ایجاد ناامیدی آموخته شده میشه. یه جوره انگار میریم توی حالت بقا، نه؟ یعنی هیچ کاری نمی‌کنیم عملا. انگار که آره، یعنی وقتی که این بخش از ما تحریک میشه و اون در واقع ترشحات و اینا صورت میگیره، ما قشنگ میریم تو اون فاز که اوکی دیگه تو هر کاری بکنی هیچ نتیجه‌ای نداره. دقیقاً یه جوری مثل اون یخزدگی روانی که گفتیم. آره دقیقاً. و میگه که دانشمندا به این نتیجه رسیدن که اگر بتونن این بخش از مغز همون DRN رو کنترل کنن، میتونن باعث بشن که
توی شرایطی که تو موفقیتت حتمیه، تو میتونی تلاش رو به صفر میرسونن و هم توی شرایطی که شکست تو قطعیه میتونن درصد تلاش تو رو به بالاترین سطح برسونن. یعنی تو اگه بتونی کنترل DRN رو به دست بگیری، میتونی این سیستم تلاش و نتیجه رو هم چیکار بکنی؟ در واقع دستکاری بکنی. خیلی شاید بد توضیح دادم، واقعا عذر میخوام. و میگه که اگه بتونی این DRN رو تحت کنترل خودت بگیری و بتونی کنترلش کنی، حتی اگه یه عالمه تجربه بد تو زندگی داشته باشی، حتی اگه کلی شکست خورده باشی، باز هم تلاش میکنی، باز هم دنبال کمک میری و سعی میکنی زندگی تو بهتر بکنی. پس کنترل این قضیه خیلی مهمه. میگه حالا چجوری DRN روشن خاموش میشه؟ میگه بخش دیگه از مغز هستش به اسم MPFC. فهمیدن وقتی که این بخش کنترل میشه، حالا من تو پرانتز بگم این بخش باعث قدرت اراده، دیسیپلین، عملگرایی، پایبندی ما به اون برنامه‌ریزی هامون، اون انگیزه ما، اون که آقا من باید این کار رو انجام بدم، باید به این هدفم برسم، همش برمیگرده به این بخش MPFC ما. پس حالا میگه اگه این بخش MPFC رو فعال بکنی، DRN خاموش میشه. مثل یک کلید روشن خاموشه، مثلا چراغی که توی خونمون هست، یکی روشن باشه اون یکی خاموش میشه و ما باید سعی بکنیم که این MPFC رو برای مدت طولانی روشن نگهش داریم. به عبارت دیگه چیزی که باعث فعال شدن یا غیر فعال شدن MPFC میشه، DRN رو کنترل میکنه. میگه که دلیلی که ذهن ما به ما میگه که تو موفق نمیشی به خاطر اینه که داره یه واقعیتی رو از موقعیت به ما میقبولونه. بذارین اینو بیشتر بازش کنم. قضیه همون آسمونه. این که مثلا ماهی فکر میکنه که اصلا بذارین خودم مثال بزنم. من فکر میکنم که آسمون آبیه، ولی شما دو نفر هی به آسمون نگاه میکنین و میگین نه بابا آسمون قرمزه. بعد من میگم که نه بابا من دارم میبینم دیگه آسمون آبیه. ولی مثلا شماها اینجورین که نه بابا ما این همه هی نگاه میکنین، هی از اینا میپرسین اینا، اینجورین که خب آسمون قرمزه، این چه فکر میکنه آسمون آبیه. و مسئله دقیقا همینه. من اگه اینقدر با قاطعیت دارم میگم که آسمون آبیه، به خاطر اینه که ذهنم داره واقعیت رو برای من اینطور نشون میده، داره اینطوری آسمون رو به من نشون میده و من اصلا اینو زیر سوال نمیبرم و برام واقعیتیه که هست. حالا برام مهم نیست که 4 نفر دیگه چی بگن، این چیزی نیست که من بهش شک کنم. و خیلی شاید جالب باشه برای شما که ذهن ما میتونه واقعیت ها رو تغییر بده، میتونه که موقعیت هایی که ما توش قرار داریم و یه طور دیگه جلوه بده. اینو داشته باشین. ما 2 مدل ناامیدی آموخته شده داریم، یکی فانکشنال، یکی موتیویشنال. فانکشنال که خب همونی که ما هیچ کاری نمی‌کنیم و فلان و اینا، ولی موتیویشنال بحث انگیزه است، بحثی که بیشتر به ذهن ما مربوط میشه. اینطوریه که خب من مطمئنم که دیگه هیچ اتفاق خوبی برای من نمیفته، انگیزه من اونقدر اومده پایین، اونقدر احساس ناامیدی در من داره غلیان میکنه که من اصلا کلا اینطوریم که چه فایده ای داره. و مسئله اینه که وقتی که حتی میتونم یه کاری بکنم که اوضاع بهتر بشه، ذهن من داره میگه که اگه انجام بدی به جایی نمیرسی، تلاشت بی ارزشه، الکی وقت خودتو داری هدر میدی، اصلا نمیارزه و یه سری این چیزا هی داره توی ذهن من مثل آلارم چشمک میزنه و این اتفاق در واقع زمانی میفته که DRN من فعاله. حالا چیکار بکنیم که اون MPFC که گفتیم انقدر خوب فعال بشه و اثرات این DRN رو چیکار بکنه؟ خنثی بکنه. میگه شما باید ترازوی کنترل رو به دست بگیری، باید این ترازو رو عوض بکنی. میگه باید سعی بکنی که این کنترل رو از ذهنت بگیری. این که آقا ذهنت به تو میگه که نمیارزه تلاش بکنی، خب این در واقع داره تمام قدرت و کنترل رو میده به ذهن من که آقا اون به من گفت این کار نکن، منم این کار نمیکنم چون اون داره درست میگه. ولی ما باید سعی کنیم هر چقدر کم، هر چقدر جزئی و ناچیز این کنترلمون رو به دست بگیریم.
یعنی ما کلا این که آقا احتمال موفق شدن و نتیجه گرایی رو باید بذاریم کنار توی این مسئله. آقا اصلا مهم نیست که من قراره شکست بخورم. آقا همه دارن به من میگن نیک تو 100% شکست میخوری. من اینجوری هم باشه. حالا من چیکار میکنم؟ من به جای اینکه انقدر این صد گنده رو هی تو چش خودم بکنم، میگم بذار این درصد موفقیت من 0 نباشه. رو این بخش تمرکز بکنم. میگم بذار اینو بکنمش 1 و تلاش بکنم که درصد موفقیتم رو از 0 به 1% برسونم. یه وقتی ما تلاش بکنیم که اینطوری توی زندگیمون تاثیر بذاریم و این بالانس قدرت و کنترل رو تغییر بدیم، میتونیم کم کم این MPFC که مدت‌ها توی ذهن ما غیر فعال بوده رو چیکار بکنیم؟ دوباره فعالش بکنیم. در واقع ما باید اینو بپذیریم که ما هر درکی از واقعیت و محیط اطرافمون داریم زایده ذهن ماست. مثلا من یه سری اطلاعاتی راجع به شما دارم و اینا خب زایده ذهن منه. من با ذهنم آدم یه سری تحلیل کردم، اون یه چیزی به من گفته، من یه سری مشاهداتی داشتم، یه ذهنیتی دارم که اون برای من یک واقعیتی درباره تو. اینو شخصی مثال زدم، گفتم شاید راحت تر باشه در درکش. واقع اون تصوری که ذهن ما داره رو به صورت واقعیت میاد بهمون میگه. دقیقه. و خیلی هم مثلا من این خودم تو ارتباطات خیلی برام پررنگ این تصویری که ذهنم داره بهم نشون میده. ولی آقا داره میگه که این چرا روابط رو مثال زدم؟ از این جهت که خیلی وقتا من مثلا یه تصوراتی مثلا راجع به شما دارم و اینجوری هم که خب این 100% درسته دیگه، این یه واقعیته. بعد حالا به هر طریقی موقعیتی پیش میاد که من اینو مثلا با شما مطرحش میکنم و بعد شما اینجورین که نه بابا این چه حرفیه میزنی، دیوونه شدی اینطوری فکر میکنی، اصلا اینطوری که تو فکر کردی نبوده و شروع میکنین به انکار کردن و واقعا اون چیزی که توی ذهن من بوده درست نبوده. و این برای بقیه مسائل هم هست. این که ما فکر کنیم فقط در روابطمون ذهن ما میتونه همچین کاری با ما بکنه به نظرم یه اشتباه بزرگه. همونطور که میتونه ذهنیت ما نسبت به یه شخص رو برای ما تغییر بده، به همون راحتی هم میتونه ذهنیت ما راجع به اتفاقات زندگی، راجع به مسائل زندگی تغییر بده. و کاری که ما باید بکنیم اینه که این تصویر رو تغییر بدیم. شما اگر میخوای که MPFC در زندگی شما فعال باشه، باید درکتون از واقعیت رو تغییر بدین و سعی کنین با تلاش‌های کوچیک، با کنترل کردن اون، در واقع با نگه داشتن اون بالانس کنترل، این اثر این رو کم کنین. از اونجایی که تایم پادکستمون داره طولانی میشه و موضوعی هم داریم در مورد صحبت میکنیم خیلی مفصل و گسترده است، تو اپیزود بعدی منتظرمون باشید.